باردین یک مرد 29 ساله زاده تاجیکستان که بلاتکوب یک دختر پوست در شهر نیژنیوارتوفسک ایبدار می شود از عذر خواستن برای این عملش سرکشی کرد و به نوبت خود طبیب را ایبدار کرد که به همسر او گویا گپ پرتافته است. باردین را که در شرکت روسنفت کار میکند بازداشت کرده به ضدش بر اساس ماده 213 کودکس جنایتی روسیه با اتهام افباشی پرونده جنایتی آغاز کردند. خبر داد روز 24 سپتامبر ریاست تفتیشات حوزه مختار خانته و منصب. این نهاد گفت تفتیش پرونده زیر نظارت رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین قرار دارد. به باردین برای این عملش از جریمه به مبلغ دست کم 300,000 روبل تا حکم زندان تهدید میکند. روز 21 سپتامبر تخمینا ساعت 15 به نزد دکتر پوست کلینیکای خصوصی احمد ولادیمیر ژرنوکلیف یک زن 30 ساله حجاب پوش در آمده است. او برای دیسپنسریزاسیا باید از معاینه دکتر میگذشت. زن اول نخواسته است که او را دکتر مرد ببیند. طبیب به وی مصلحت داده است که برابریت کلینیک مراجعت کند تا برایش طبیب زن پیدا کنند. در نهایت زن به معاینه راضی شده است و ژرنوکلیف شکم او را معاینه کرده جوابش داده است. بنا به فرضیه تفتیشات بعد چند لحظه به حجره کاری دکتر باردین شوهر آن زن در آمده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده با بهانه بافته دخل‌ناپذیری همسرش از طرف کارمند طب برای دکتر پوستی که زن را معاینه کرده بود نه کمتر از 2 ضربه زده است. دکتر لطوکوب شده در تجربه کاریش زنان زیاد از جمله زنهای مسلمان را معاینه کرده است ولی بار اول دچار چنین حالت شده است. اما باردین در جریان بازپرسیش در پلیس گفت دکتر را برای به همسر او گپ پرتافتنش زده است و برای این عذر پرسیدنی نیست.